سلام و درود فراوان به همه شما نازنینان. درود بر شما دوستان عزیز. سلام لیدا جان. حال شما چطوره خانم دکتر؟ شما خوشحالیم که یک برنامه دیگه واقعا خب به روزهای نزدیک میشیم، به روزهای سال نو خورشیدی. بله. و چقدر زیباست این تغییر سال ما واقعا به معنای واقعی، چون بر اساس سال خورشیدی پیش میره و طبیعت کاری به تاریخ و سال میلادی اینا همش مربوط به تاریخ و مذهب و این چیزاست، ولی این واقعا یک تغییر فصل، تغییر سال واقعیه که بر اساس طبیعت و سال خورشیدیه و من واقعا شما خونه تکونیتون رو انجام دادین ان شاءالله؟ خونه تکونی؟ بله خب خونه تکونی درونی بیرونی، خونه تکونی واجب تر از خانه است، ولی خب همش هر کنون به جای خودش، یه بهانه برای بهار. بله خب خانم دکتر میدونیم وقتمون بسیار کمه. بله میدونیم، یعنی اگه بخوایم راجع به مسائل دیگه صحبت کنیم یا مسائل خودمون تا میایم بگیم سلام بعد بگیم خداحافظ. در نتیجه اگه یادتون باشه شما یک برنامه رو پیاده کردین در ارتباط با ارگان ها. سر قولمون هستیم امروز. ما باید یه کاری کنیم که سریع این ارگان هامون رو رپاپ کنیم که بریم به سراغ میکاپی که میتونیم برای جلسه آینده، برنامه آینده قول میدیم طبق قولی که دادیم این مبحثی که مربوط به ارگان‌های بدنه و ارتباط اون با فکر و روح ما به اتمام میرسونیم و حتما در مورد لوازم پوستی ایدبل خوردنی هم صحبت خواهیم کرد در برنامه آینده. خب امروز مثل که گویا گفتند چهارشنبه سوری هم هست، مصادف با چهارشنبه سوریه. انشالله که همه چهارشنبه سوری خوبی داشته باشن. انشالله. جای ما هم خالی کنید. چی میگن؟ از رو آتیش بپرید. سرخی تو از من، زردی من از تو. انشالله که هیچ وقت زرد نباشیم. صحبت از زردی کردیم، هم بهتره که مبحث امروزمون رو شروع کنیم. بله دوستان، مبحث امروز ما راجع به سپلین یا طحاله. قدیما گفتن هر چیزی که در بدن یک کم کارش دچار مشکل میشد در می آوردن و مینداختن به لوزه، ناراحتی پیدا میکرد در می آوردن. طحال ناراحتی خیلی از دوستان الان میان کلینیک صحبت میکنن میگن ما طحالمون رو برداشتیم، حالا به هر دلیلی بوده. ولی امروزه فقط در صورت‌های خیلی امرجنسیه که در کیس های این مورده که طحال رو از بدن خارج میکنن، که مثلا مثل یه نوع کنسرها، سرطانهای بخصوص. در غیر این صورت اون هم عضوی مهمه. ولی همیشه همونطور که بارها تاکید کردیم تفاوت ارگان ها، یک سری شباهت ها هست، کارکرد، فانکشن و فیزیولوژی ارگان ها در بدن از نظر طب غرب و طب شرق یک سری چیزاش مشابهه، ولی در مورد طحال تقریبا بسیار تفاوت‌ها وجود داره. چرا؟ بذارین دوباره طبق روال عادی از نظر طب غربی یه مروری روی طحال بکنیم. طحال یه ارگانیه که در سمت چپ بدن قرار داره، در سمت راست کبد، زیر قفسه سینه و دنده ها، یعنی زیر دیافراگم، و در سمت چپ بدن ما طحال قرار داره. معمولاً وزنش به حالت یک مشت همچین نیمه بسته، نه خیلی سفته، و وزنش حدوداً برای بزرگسالا 44 پونده، که در غیر این که اگر سلامتی وجود نداره، مشکل و بیماری های مثل ویروس های، اگر مبتلا به مونو بشیم، مونوسیستوزیس و مثل مالاریا و یک سری از بیماری های دیگه، اگر سایز باعث میشه که سایز اسپلین یا طحال بزرگ میشه. و وقتی که سایز بزرگ میشه، چون قفسه سینه و دنده هاست که حمایت میکنه از سلامتی اون، امکان راپچر در تصادف‌های مختلف، این که دنده فشار بیاره و پارگیش و ایجاد خونریزی خیلی مشکله. و وقتی که طحال بر اثر حادثه یا هر نوع دلیلی پاره بشه، یعنی کیس اورژانس، باید بلافاصله به بیمارستان مراجعه بشه. از کارکرد و فیزیولوژی طحال، خب در طب غربی یا مدرن از نظر پروداکشن و گلبولهای قرمز لیمفوسایت و اینها فانکشن داره که اونها رو میسازه و در واقع یه رزروار و انباریه در طحال.
اما از نظر طب شرقی خیلی کمتر شبیه. وقتی که از نظر طب شرقی بررسی میکنیم یا اورینتال مدیسن، وقتی که در مورد یه ارگان حتما فقط خود اون ارگان نیست، وجود جسمیش نیست، در واقع اون انرژتیکشه، اون حالت از نظر از دید انرژی کار کردشه. در واقع سپلین یا طحال در طب شرقی یکی از مهمترین ارگان‌های بدنه. چرا؟ ما قبلا صحبت کردیم راجع به پری نیتال، پست نیتال، یعنی قبل از تولد و بعد از تولد. قبل از تولد که وقتی که عمل لقاح انجام میشه و جنین ساخته میشه، خب یک سری چیزاست که ربط داره به نوع ژن، وراثت، تغذیه و نحوه زندگی مادر در حین بارداری. اما وقتی که به دنیا میاد، اونجاست که سپلین یا طحال شروع به کار میکنه و کارکرد طحال ارتباط مستقیم داره به اون تغذیه و ورزشی که ما داریم. اینقدر ما مرتب تاکید میکنیم سالم غذا بخورید، ورزش مرتب داشته باشین. چرا؟ به خاطر اینکه مسئولیت طحال میگن transformation and transportation. یعنی چی؟ یعنی تغییر و نقل و انتقال. حالا تغییر و نقل و انتقالات چی؟ مواد غذایی. یعنی مواد غذایی که ما مصرف میکنیم به عنوان غذا و به عنوان آب و هوا، هر چی که از دهان ما وارد بدنمون میشه و به معده ما میره، بعد از اینکه عمل گوارش و هضم انجام شد، از دید طب شرق وظیفه طحال اینه که اون نوترینت، اون مواد غذایی رو میگیره و به تمام قسمت‌های بدن میرسونه. یعنی اگر ما تغذیه درست نداشته باشیم، اگر ورزش که عاملیه که باعث حرکت میشه نداشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی مواد غذایی، یعنی مثل یه تاکسیه که مسافری رو از این مباره اون مواد غذایی رو نمیتونه ببره به مقصد و به ارگان‌های مختلف برسونه. به همین دلیل عضو بسیار مهمیه. حالا چه موقع‌هایی مشکل به وجود میاد و چه علائمی داره وقتی که ما در کارکرد طحالمون مشکل داریم؟ طحال همونطور که گفتیم از نظر اون 5 element یا 5 عنصر اصلی، عنصر زمین یا ارث و با شکم یا معده جفت میشه. یعنی یین یانگ ارگانی که هر کدوم جفت میشن، مثلا لیور با یعنی کبد با کیسه صفراست، طحال با معده جفت میشه، یعنی ارگان یانگشه که با هم هستن. مسئله میوکوس یا دم یا همون رطوبت در بدن یکی از پاتوژنیک فاکتورها، یعنی عاملای وقتیه که ایجاد بیماری یا پاتوژنیک میشه. حالا به چه صورته؟ برای چی گفتیم که تغییر، یعنی تغییر اون مواد غذایی که بعد از عمل هضم میگیره که چطور تبدیلش کنه و انتقالشه. وقتی که این عملکرد ترانسپورتیشن یعنی هضم و ترانسپورتیشن یعنی نقل و انتقال و عمل هضم وقتی درست انجام نمیشه به دلایلی که یا کمبود در سپلین یا طحال هست یا استگنیشن هست، باعث این مشکلاتی که الان خدمتتون عرض میکنم میشه. حالا اون مشکلات چیه؟ خیلی مواقع هست که افراد مراجعه میکنن میگن اشتها ندارن، دچار کم اشتهایی میشن، یا اینکه با اینکه غذا اشتها ندارن و غذا نمیتونن بخورن حالت بلوتینگ دارن، قسمت شکم ورم میکنه، حالت گاز جمع میشه و یه حالت میوکوسی پیدا میکنه بدن، ترشحات مختلف دارن. حالا این ترشحات میتونه به صورت خلط باشه، میوکوس باشه، میتونه به صورت ترشحات زنانگی باشه، میتونه در آقایان باشه ترشحاتی که دارن. یعنی چی؟ یعنی یکی از کارهای دیگه طحال کنترل اون مایعات بدنه، یعنی اون مایعات رو جمع آوری میکنه، کنترل میکنه، اگر جاهایی که نیاز باشه میرسونه بهش. مثلا کجاها ما مایعات داریم در بدن و نیاز داریم؟ یکیش همون مفاصله، یکیش همون ماهیچه هاست، یعنی اون تون بودن، اون قوی بودن ماهیچه ها و اون حرکت سموث بودن، اون سهولت در تحرک مفاصل در واقع یکی از دیگر از کار کرد فانکشنای طحاله.
افرادی هستن که مشکل مفصلی دارن، افرادی هستن که ماسل اتروفی میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ماهیچه هاشون خورده میشه. در خیلی از بیماری ها هست که ماهیچه ها به خود از بین میره و اینها همش ربط مستقیم داره به فانکشن طحال. کارهای دیگه که میشه مثلا اگر ویکنس باشه یا سینکینگ باشه، مسئله پرولپس یعنی افتادگی، مثل افتادگی رحم در خانم ها، مثل افتادگی مقعد، افتادگی معده. این یکی از دیگه از عدم کارکرد درست طحاله که همونطور که گفتم میتونه چی باشه؟ میتونه بر اثر تغذیه غلط باشه، میتونه بر اثر حالا مسائل فکری و احساسیش هم صحبت میکنیم. دوباره یکی از دیگر از مسئولیت‌های طحال، اگر خونریزی‌هایی داریم در بدن، یعنی خونو در رگ‌ها نگه میداره. اگر طحال درست کار نکنه یا مثلا عادت ماهانه خانم ها خونریزی خیلی شدید دارن، نمیتونن نگه دارن، یا گاهی اوقات هست که در نقاط مختلف بدن خونریزی هست که نمیتونن دلیلش رو ببینن، حالا بر اثر بیماری های مختلف. این میتونه روی کارکرد طحال باشه که باید بلافاصله از نظر طب شرقی طحال رو روش کار کرد، حالا چه از نظر طب سوزنی و چه از نظر داروهای گیاهی و تغذیه. البته بعد راجع به خونریزی گفتیم، راجع به ماهیچه ها و مفاصل گفتیم، راجع به همین مسئله کندیدا یکی از ناراحتی های قارچیه که در افرادی که مدت طولانی از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنن، که خیلی هم متاسفانه در ایران مصرف آنتی بیوتیک ها معموله، تا یه سرفه میکنن، تا یه سرماخوردگی کوچیکی، اولین کاری که میکنن میرن سراغ آنتی بیوتیک ها. اینا ایجاد کندیدا یا ییست یا همون ناراحتی های قارچی میکنه، یا مصرف زیاد مواد قندی و شکر، یا اینکه مواد قارچی زیاد مصرف میکنن، یا اینکه در مواقعی که مبتلا به سرطان هستی و کیموتراپی یا شیمی درمانی میکنید، یه سری اینجور درمان ها هست که ایجاد کندیدا یا رشد بیش از حد اون قارچ ها در بدن میکنه، که همون یکی از دلایلشه که ضعیف بودن اسپلین یا طحال کار خودش رو به خوبی انجام نمیده. برمیگردیم به ارتباطش با مسائل فکری و احساسی. اینجاست که مشخص میشه. وقتی من میگم بالا میرم پایین میام، میگم دوستان انقدر نگران نباشید. یعنی یکی از مانتراها یا اون مدیتیشن ها، مراقبه هایی که ما میکنیم برای انرژی درمانی یا برای ریکی، میگن هر روز صبح که بلند میشیم 2 چیز دوستان. یکی این که برای امروز سعی میخوام نگران نباشم. برای امروز میخوام چی نباشم؟ عصبانی نباشم. عصبانیت، خشم روی کبد اثر میذاره و نگرانی روی طحال. یکی دیگه از مشکلاتی که ما داریم و خیلی از دوستان انشالله که نداشته باشن دارن، فکر زیاد روی موضوع بخصوص. میگن از برخیا میگن نشخوار فکری، یعنی یه موضوعی رو گیر بهش میدن، هی فکر میکنن. چند تا از شما دوستان ریلیت میکنه به این مسئله خودتون؟ یعنی احساس میکنین اون کاری که شما میکنین 99.5% این دقیقاً به خصوص کسانی که در گذشتهشان هم زندگی میکنن، اونا که اصلا دیگه فلش بک دائما. یعنی فکر زیاد روی موضوعات به خصوصی که هی تکرارشه و نگرانی، حالا نگرانی میگم بیجه، نگرانی همیشه بی جهته. درسته یه وقت حادثه پیش میاد، اون لحظه چند دقیقه انسان به هر صورت احساس داره، ولی کنترل اون نگرانی هایی که شما همیشه گفتیم چطور میشه کنترل کرد؟ دوستان میگن خب وقتی که میگین حالا بگین چه کار کنیم که نکنیم. همیشه فلسفه من در زندگی اینه، در زندگی ما از صبح که چشممون رو بلند میکنیم بیدار میشیم، تلاش خودمون رو به عنوان یک انسان زنده، فرق زنده با مرده اینه که ما میتونیم فعالیت کنیم، تلاش خودمون رو میکنیم و اگر باور داریم به اون هایر پاور یا اون قدرتی که میدونیم یا قدرت یونیورس یا هر چی که میخوایم باور داریم بهش، دیگه میدونیم که قول میگن این that's all we could do. این کاری که نه حد اکثر کاری که از دست ما برمیاد. نگرانی جز این که لطمه به سلامتی جسم،
فکر و روح ما بزنه و اون فانکشن و قدرت کار کرده ما رو پایین بیاره، کار دیگه ای نمیکنه. به همین دلیل طحال گفتیم از مهمترین عضوهای بدن بعد از تولد و باید واقعا ما بتونیم حداقل از نظر تغذیه، خب این که خیلی مسلمه، ورزش، تغذیه، ولی از نظر فکری این دوتا کاره که میتونیم کنترل کنیم. معمولا دوستانی که درس میخونن، دانشجویان، میگن استادی یا مطالعه زیاد هم روی طحال تاثیر میذاره. من یادم اون دوران دانشجویی که برای امتحانات برده اینا میخوندیم، مثلا میگم طحال نشون دهنده طحال از کجاست؟ از لب‌ها و دهانه. اغلب دوستانی که مطالعه زیاد میکنن، من یادمه لب‌ها خشک میشه، همیشه خشکی لب‌ها دارن. برای چی؟ برای اینکه گفتیم که طحال مسئول اون مایعات بدنه. وقتی که زیاد مطالعه میکنه، روزی 17-18 ساعت نشستین توی کتابخونه درس میکنه، کاملا به خاطر میاد این لبای آدم خشک میشه. بعد میگفتیم خدای چی؟ وقتی که بعدن که میخوندیم میدیدیم که خب بدنی که تمام اون مایعات کشیده میشه، جذب میشه به خاطر کارکرد بیش از حد مسائل فکری که داریم خب مطالعه میکنیم، فکر میکنیم. خب چه موقع یه موقعی هست که کنترل نمیشه که باید درس کن، باید مطالعه کرد، نگرانی و فکرای بی جهت رو میشه نکرد، ولی درس و مطالعه در یه مقاطعی در زندگی باید کرد. اینجاست که نقش تغذیه خیلی مهمه. میتونیم مواد غذایی رو بخوریم که ایجاد اون مایعات رو به بدن برسونه، مثلا مکادونیان نات یا مثلا میگن گردو شبیه مغز، برین، کارهای مغزی که میکنیم، مواد قندی که باید به مغز برسه، اینها رو در طی مطالعه، مایع به اندازه کافی، میوه‌جات، سبزیجات، اینها همه کمک میکنه. همیشه هر ارگانی در بدن از نظر طب شرقی یه جهتی داره برای کار کردش. جهت طحال به سمت بالاست، یعنی فانکشنش. یعنی وقتی میگم پرولپس یا افتادگی اعضای بدن مثل رحم، مثل جاهای دیگه بدن میشه، این یعنی چی؟ یعنی جهت عادی طحال که بالاست، یعنی یه مشکلی داره به هر دلیلی که گفتیم، نگرانی، سوء تغذیه است، فکر زیاده، اینها باعث میشه که کشیده میشه پایین، یعنی جهت مخالف، یعنی اون قدرت رو نداره که بکشه به بالا. پس اینجا خیلی مهمه که اگر ما یه چنین مشکلاتی داریم، مشکلات ماهیچه‌ای داریم، مفصلی داریم، مشکلات قارچی داریم، مطالعه زیاد میکنیم، فکر زیاد میکنیم، حتما حداقل بتونیم از نظر تغذیه و فعالیت‌های بدنی جلوگیری کنیم از این مشکلات. مثلا لب‌ها، یه نفری که طحالش خوب کار میکنه، لبای رنگ‌های عادی قرمز داره، کبود و بیرنگ نیست، یا اینکه خشک نیست، یا اینکه مشکل درد در ماهیچه‌ها یا مفاصل نداره، یا ماهیچه‌هاش از بین نمیره. اینها تمام، یعنی ظاهر ما دقیقاً میتونه بیانگر این باشه که طحال ما چجوری کار میکنه. خب دیگه خیلی جالبه. من خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که طحال انقدر، یعنی البته خب تمام ارگان‌های بدن هر کدوم در جای خودش کارشون بسیار مهم هستش، ولی وقتی که آدم اینجوری میاد می‌بینه که دفعه در ارتباط با طحال داری، شما میگه حتی مشکلات خانم‌ها، مشکلات زنانگی هم میتونه ارتباط داشته باشه. دقیقاً. It's very interesting. بسیار مهمه. من دارم مرور میکنم مطمئن بشم که تمام اینها رو کاور کردیم. ببینید همونطور که گفتیم، مثلا کبد با کیسه صفرا، اینا که مسئله خشم، قبلا راجبش صحبت کردیم که چقدر مسائل عاطفی روی کبد اثر داره. راجب قلب صحبت کردیم. قلب خوشبختانه میگن جوی، یعنی اون لذت بیش از حد. خیلی کم پیش بیاد که کسی بیش از حد لذت ببره و اثر بذاره، ولی خب باز اون مسائل احساسی اثر مستقیم روی قلب داره. قلب با پریکاردیوم میاد، یعنی اون فضایی رو که حالا یا به صورت کیسه یا مجازی که اون قلب رو در خودش نگه میداره. ارگان بعدی که هفته آینده در موردش صحبت میکنیم شش‌ها هست. شش‌ها هم که صحبت کنیم متوجه میشین که چقدر نقش مستقیم داره روی پوست، روی مو، روی تنفس و تمام اینها، یعنی تمام این 5 جفت
ارگان هایی که به حالت یین و ینگ هستن هر کدوم به نحوی مانند یک سایکل، یک چرخه با هم ارتباط مستقیم دارن. یعنی اون جمله سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرن، یعنی واقعا تمام اینها به هم ارتباط داره. گاهی اوقات بس دوستان مراجعه میکنن وقتی که درمان طب سوزنی میکنن، مثلا میگه من سرم درد میکنه تو پای منو میزنی، برای اینکه مریدین یا اون پثوی یا اون جریاناتی همونطور که رگ‌ها در خون جریان داره، اون انرژی یا اون پثوی در اون مریدین ها داره. وقتی که بلاکیج به وجود میاد، یعنی اون جریان به طور عادی وجود نداره، مثل یه دیواری که جلوی آب میکشین و سد میکشین، اینجاست که مشکل به وجود میاد، اینجاست که درد به وجود میاد. و مسئله اسپلین یا طحال اغلب افراد، مثلا یکی از عوامل دیگه‌ای که هست، چون گفتیم مسئول مایعاته، خب سوالایی که ما میکنیم ممکنه عادی نباشه، سوالای عادی نیست که وقتی که به پزشک مراجعه میکنه ازتون. یکی از چیزهایی اینه که اشتهای شما چطوره، باول موومنتتون، یعنی اون کارکردش معده شما چطوره، آیا مدفوع شما شل، سفت، فرم، شکل داده است. یعنی وقتی که خسته هستی، حالت خستگی مفرط داری، وقتی که اشتها ندارین، وقتی که مدفوعتون شده، وقتی که افتادگی یه عضوی رو دارین، حالا یا رحم یا مقعد یا معده، پرولپس، مثلا پرولپس روی ترانسفرس کولون، یعنی اون روده قسمت ترانس، ما یه اسندینگ کولون داریم، روده بزرگ که بالا برنده است، یه ترانسفرس کولون داریم و یه دیسندینگ کولون یعنی پایین برنده. اون قسمت ترانسفرس کولون یعنی بالای روده بزرگ افتادگی پیدا کنید، در صورتی که در حالت عادی باید یک کمی حالت مایل داده و به صورت افقی از سمت راست به سمت چپ میره. خب اینها وقتی که تمام این عوامل، تمام این علائم مطرح میشه، بلافاصله کارکرد طحاله که میاد که خب این دقیقاً طحاله شد. و بلافاصله سوال بعدی که پیش میاد، تغذیه شما چطوره؟ آیا مرتب غذای خوب میخوری، سالم میخوری، آیا ورزش میکنید؟ و بعدش میگم بله غذا خوب. خب سوال بعدی که پیش میاد، شما فکر زیاد میکنی، نگران زندگی، میگه بله من دائما یه چیزی که تو فکرم میاد دیگه نمیتونم، بینگو. یعنی اینقدر اینها همه با هم ارتباط مستقیم داره که ما واقعا میگن تمام اینها و همینطور اسپلین و طحال خیلی مواقع هست که میان خشم زیاد، حتی ممکنه دقیقاً اون نگرانی نباشه، چون تمام اینها سمت راست ما کبده، سمت چپ ما طحال، اینا همه با هم وقتی دیسهارمونی بین، یعنی عدم هارمونی، توازن بین کارکرد کبد و طحال به وجود میاد، باز مشکلات دیگه‌ایه. یا اینکه اینها بلافاصله بعد از کبد، یعنی همون قسمتی که طحال وجود داره، قلب قرار داره در همون سمت، یعنی تمام اینها با هم ارتباط داره، از نوع خوابی که میدن، نحوه خوابشون و تمام اینها بلافاصله وقتی که خسته میشین. خب چرا خستگی هست؟ برای اینکه اون مواد غذایی به همه جای بدن نمیرسه، انرژی ندارین، یعنی کار کرده. شما وقتی غذا میخورید، هوا رو تنفس میکنید، آب میخورین، درسته در معده اینها هضم میشه، ولی جذب اینا باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به انرژی بشه. حالا این انرژی میتونه هم به انرژی بشه، هم به خون، که از طریق خون، اون خون خودش اکسیژن داره. حالا نحوه تعبیر اکسیژن و انرژی یا همون چی فرق میکنه، ولی تمام اینها کمک میکنه به فانکشن یا همون عملکرد کل بدن. و به همین دلیل وقتی که مواد غذایی به همه جای بدن نمیرسه، خستگی هست. وقتی که دم یا اون رطوبت، مثلا یکی از مسائلی که از نظر تغذیه خیلی مهمه، لبنیات ایجاد رطوبت در بدن میکنه که یا میگن از طریق طب غربی میگن میکس فورمینگ. لبنیات کلا، مخصوصا لبنیات گاو، نوع قندی که داره، نوع اون طبیعتی که داره، مواد مولکول‌های ساختاریش، بدن انسان قادر به جذب اون به نحو احسن نیست. و لبنیات یکی از موادی که اولین چیزی که اگر دمپ یا رطوبت در بدن، یعنی اگر علائمی که گفتیم دارید، اون حالت خلطه یا حالت ترشح یا ناراحتی های قارچی یا افتادگی که دارین، اولین چیزی که باید در نظر بگیرین، آیا مصرف زیاد لبنیات دارید؟ اگر مصرف زیاد لبنیات دارید،
این چیزیه که من همیشه میگم لبنیات رو میتونین جایگزین. اگر شیر میخورین به جای شیر گاو، البته لبنیات بز یک مقدار ترجیحاً نوع ساختاریش طوری که بدن بهتر میتونه جذب کنه و انرژی زاتر هم هست، ولی اگر نیست میتونیم شیرهای مغزهای مختلف، شیر بادوم، شیر سویا اگر فرمنت نیست و شیر برنج و شیر حتی فندق، اینجا همه اینها هست و یا خودتون میتونین بگیرین شب خیس کنید، بعد اون رو توی بلندر با آب، این سالم ترین شیر. چیزی رو که من سابستیتوت کردم، جایگزین کردم به جای پنیر، مثلا پنیر چون اون مزه شوری داره، خیلی ها عاشق پنیر هم، مثلا اینجا انواع اقسام پنیرها و نمیتونن اینو کم کنن. چیزی رو که من خودم جایگزین کردم و اون هوس یا اون کریوینگی رو که برای پنیر دارم برده از بین حمصه. حمص یه غذایی، حالا شاید یه روز مثلا توی برنامه نشون میده، من فکر می‌کنم یکی از سالم‌ترین غذاهاست که با نخود پخته و اون عصاره سسمی سیدز یا طحین ساس که به ایران بهش میگن ارده، یعنی حالا خیلی سریع میتونیم رسیپیش هم حتی بدیم. شما نخودو همونطور که میپزید برای غذاهای مختلف اینو میپزید، توی بلندر میریزین، چند قاشق طحینی یا همون سس ارده رو بهش قاطی میکنید و بعد یک کم روغن زیتون، یک چند قطره آب لیمو، نمک و فلفل، این میشه اون بیس خود همون حمص. اگر بخواید فلیورهای مختلف بدین دیگه بستگی داره طعمای مختلف که بخواید بهش اضافه کنید، اون دیگه بستگی به اون سلیقه و چیزا. چرا؟ چون اون طحینه یا همون ارده از کنجده و کنجد بسیار خواص خوبی داره، انتای ایجینگ، ضد پیری، هورمون استروژن داره، برای خانم ها خیلی خوبه، آقایون هم خب در حدی احتیاج دارن. این یکی از چیزا، یعنی باید واقعا خیلی عاقلانه و باید روی چیزهایی که میخوریم تجدید نظر کنیم. بعد برای دیگه شیر و پنیر دیگه، برای ماست اگر ماست بدون چربی باشه و ارگانیک باشه، ترجیحاً ماست گاو نباشه باز بهتره، ولی خب چون ماست دارای باکتری هایی که باکتری های خوبه در بدن، مخصوصا برای اونهایی که مشکل کندیدا یا قارچی دارن، میتونه یه مقداری کمک کنه، اما باز در مقدار خیلی کم. بعد دوباره همین گفتیم لبن و میوه های مناطق تروپیکال مثل موز، مثل آناناس، مثل دیگه چه میوه هایی هست که مال مناطق تروپیکال، مناطق، چرا؟ به خاطر که این میوه ها مال مناطقی که بارندگی و رطوبت زیاده و مصرف این میوه ها ایجاد رطوبت در بدن میکنه و ما وقتی که رطوبت بیش از حد داریم، یعنی یکی از دلایلی که مثلا در طب شرقی صحبت میشه وقتی که بدن، خیلی بدن ها مخصوصا تو خانم ها که سیست دارن، فایبروید دارن در رحمشون، اینا همه رشد بیش از حد یه سری سلول هاست که ایجاد تجمع مایعات هم میکنه یا غدد در بدن، غده های مختلف، دلیلش دمپ یا اون رطوبت بیش از حد در بدن و تغذیه غلط میتونه خودش اینو بیشتر تشدید بکنه. در نتیجه خیلی مهمه که با توجه به اون کیفیتی که الان به سر میرن نظر سلامتی بدنمون متوجه باشیم و نظر تغذیه، برای اینکه تغذیه مهمترین نقش رو داره در درجه اول برای کنترل مشکلاتمون. دوباره اگر کارکرد طحال خوب نباشه، مسئله انیمیا یا همون کمخونی که نوع مخصوصا سیکل سلش که هست، اون باز چون گفتیم نقش داره در ساختار خون و ترانسپورتیشن، یعنی نقل و انتقال خون، ساختار خون، در نتیجه افرادی که دچار مشکل کمخونی هستن میتونه کارکرد کبد هم باشه. راجع به ادیما یا ورم اگر در بدن باشه، خیلی ها هستن مشکل ورم در پاها دارن یا در خیلی از باز گفتیم چرا؟ طحال مسئول مایعات بدنه، وقتی که مایعات بیش از حد جمع بشه در بدن ایجاد تورم میکنه یا همون ادما میکنه. اینها تمام یک مختصری بود در مورد کبد چیه، کجای بدن قرار داره، عواملی که پاتوژنیک، عواملی که نشون دهنده عدم کارکرد درست کبد رو راجع بهش صحبت کردیم
به چه جاهای بدن تاثیر میذاره، مفاصل، ماهیچه ها، خون، افتادگی بعضی از اعضای بدن، چه غذاهایی میتونه تشدیدش کنه. و یکی از چیزهای خیلی مهمی که هست جینجره یا همون زنجبیل. زنجبیل برای اینکه معده و طحال علاقه داره به چیزهای گرم، چه از نظر دما چه از نظر طبیعت اون غذا. چون اغلب ما ممکنه خب غذاهایی بخوریم، مثلا یکی از عادات خیلی بدی داریم، به انتهای برنامه هم گفتن رسیدیم، با غذا ما نوشیدنی های سرد پر از یخ، مخصوصا این طرف. این یکی از مضرترین کاریه که ما بتونیم برای سلامتی انجام بدیم. وقتی که غذا رو میخوریم باید غذاهای گرم مثل سوپی که مخصوصا توش بتونیم جینجر یا زنجبیل رنده کرده تازهش الان هست، همیشه هست، میتونیم به سوپمون اضافه کنیم، یا اینکه هست به نحوی از زنجبیل استفاده کنیم. و حتی اگر مایعاتی هم میخوایم که اصلا توصیه نمیشه مایعات زیاد با غذا خورد، گرم باشه، نه آب سرد یا یخ، یا حداقل دمای هوای اتاق باشه نه سرد. اینا همه میتونه توصیه هایی که میتونه از نظری که کمک کنیم طحالمون خوب کار بکنه. خب خانم دکتر طبق معمول خیلی سریع انشالله هفته آینده ما در مورد شش‌ها، ریه‌ها صحبت میکنیم و کار کرده اون و یه مرور کلی روی این 5 ارگان میکنیم و در مورد اون لوازم آرایش خوراکی هم با شما گفتگو خواهیم. و همچنین دوستان عزیز یادتون نره 24 همین ماه مارچ در لس آنجلس برید و نمایش گنج قارون. نمیخوام خانم دکتر؟ نمیخوایم؟ من میخوام. مطمئنی؟ شما میخوایم. گنج قارون نمیخوایم. 24 همین ماه میشه روز شنبه هفته آینده. حتما برید و از دیدن این نمایش پرهیز نکنید، چون کلی شما رو شاد و شنگون میکنه و خیلی اثر خوب داره رو تمام ارگان‌های بدن. دقیقاً دیگه کمتر نگران میشیم، میخندیم، ما بی‌صبرانه منتظریم که این برنامه رو ببینیم. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. هفته خوبی داشته باشید.